اگه زمان یه 6-7 سالی به عقب برگرده و بخوام 29 سالگی خودمو نصیحت کنم، بهش میگم آدما وقتی نمیتونن کنترلت کنن ازت خوششون نمیاد. بهش میگم راحتی، آی من اینجوری راحت ترم، من تو خونه میمونم اینجوری راحت تره، فلانجا نمیرم راحت نیستم. خطرناکترین نوع اعتیاده که در واقع یه بلیت ارزونه به سمت افسردگی. بهش میگم زندگی مثل آسانسور میمونه، یه وقتایی در حین بالا رفتن ممکنه 2 طبقه بیای پایین، یه جایی هم مجبوری وایسی یه سری آدما رو پیاده کنی. میگم از آدمایی که از درد خودشون به عنوان یه توجیه برای ضربه زدن به تو استفاده میکنن، فرسنگ ها دور شو. میگم هرچی بیشتر به گذشته چنگ بزنی، آیندت کمتر تو مشتته. واسه نگه داشتن آدما تو زندگی زیادی تحملشون نکن، خودت از دست میری. میگم هرچی بیشتر تلاش کنی مورد پذیرش بقیه باشی، از خود واقعیت دورتر میشی. بهش میگم آدمیزاد مرده رو زود یادش میره، واسه تحت تاثیر قرار دادنش خودتو نکش. بهش میگم همیشه یه نفر هست که هیچ وقت ارزش تو رو نمیفهمه، ولی اجازه نده اون یه نفر خودت باشی. حیف که زمان به عقب برنمیگرده، ولی شما که میتونی یاد بگیری.